سلام، سارا هستم به همراه دوستم ماهور. در خدمت شما هستیم با انرژی خوانی برای تکمیلیت این که طرف مقابلم چه احساسی به من داره. خب، بر اساس این سه تا کارت من میتونم تو نگاه اول بگم که بله، به شما علاقه‌منده، شما رو قبول داره و بسیار شما رو دوست داره، اما میدونه حس شیشمتون خیلی قویه، یه مقدار شما رو شخص کنجکاوی میدونه. میدونه که شما در تلاشی برای انجام یک کاری، حالا ممکنه برید دیدار با کسی که یک حالا برای کاری، شغلی، چیزی که ایشون آگاه هستن و خیلی دلش میخواد تو این زمینه کمکتون کنه. هر از گاهی یه کوچولو بدبین میشن و فکر میکنن شما ممکنه دوستش نداشته باشی، شما رو فرد مغرور و خودخواه میدونن. حتی تو بحث ها ممکنه بهت بگه که شما کوتاه نمیای یا شما مغروری، خیلی به نفع خودت حرف میزنی. یک کوچولوی دو زمان نزدیک ممکنه بین شما بحث هایی پیش بیاد. شما تو اون بحث احساس نکن که دوستتون نداره، نه، مورد تحسینشی، قبولت داره. حالا این بحث ها پیش میاد، نگران نباشید. اگرم تو شرایط سخت کات یا دعوا هستید، قطعا آشتی دارید، قطعا به سمت شما میاد، حتما به شما ابراز علاقه میکنه. ممکنه دعوت بشید از طرف مقابلتون، ممکنه جایی بخواد شما رو ببره که جمعی هستن و خیلی به حضور شما اونجا افتخار میکنه. علاقه هست، هم مسیر شدن هست و بسیار به شما حالت احساس غیرت داره، یعنی دلش میخواد که رو شما حالت غیرتی نشون بده و این از ته دلشه، حالت ظاهری نیست. یه مقدار در برابرش سکوت کنید، یه مقدار قدر این رابطه رو بدونید، یه مقدار احترام رابطه رو نگه دارید، رابطه سمت و سوی خیلی خوبی میگیره. مرسی عزیزم.